سرخط خبرها. تاکید سراج‌الدین حقانی بر تحکیم پایه‌های نظام اسلامی در کشور. او از تمام نیروهای امنیتی خواست که برای تحکیم نظام در کشور تلاش کنند. دا قوت چې پرون راز مې د سر په مقابل کې برگزاری نشست شورای امنیت درباره افغانستان. سهیل شاهین از واگذار نشدن کرسی افغانستان در سازمان ملل به امارت اسلامی انتقاد کرد. چې د افغانستان د اسلامي امارت استازولي کوي وړاندې کولای شي. شکایت پایتخت نشینان از افزایش آلودگی هوا. شهرداری کابل میگوید مبارزه با آلودگی هوا نیازمند همکاری جدی مردم است. جواب هوا صحیح معلوم نمیشد. و تاکید حماس بر اجرای مرحله دوم توافق آتش بس. خالد مشعل میگوید که غزه باید توسط فلسطینیان اداره شود. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبر این ساعت از میسه خبر خوش آمدید. امروز چهارشنبه 19 قوس 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 10 دسامبر 2025 میلادی. مشروع خبرها. سراج‌الدین حقانی وزیر امور داخلی امارت اسلامی بر تحکیم پایه‌های نظام اسلامی در کشور تاکید کرد. او در سمینار نیروهای ویژه پلیس از تمام نیروهای امارت اسلامی خواست که در انجام وظایفشان با مردم با اخلاص، فروتنی و دقت رفتار کند. گزارش از ناهیتا اندر. سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی امارت اسلامی در سمیناری که برای مسئولان ولایتی و مرکزی نیروهای ویژه پلیس در قماندانی مرکزی این قطعات برگزار شده بود گفته است که جایگاه و ارزش کنونی آنها نتیجه جهاد و خدمت به دین است. او تاکید کرده که در حال حاضر به جای تمرکز بر جایگاه فردی برای تقویت و اعتبار نظام تلاش شود. حیثیت ته باید اعتبار ورنک موږ د نظام ته اعتبار ورک چې نظام ته موږ قوت وربخلی شو. دا قوت چې پرون راز مې د سر په مقابل کې د ځان په مقابل کې د مال په مقابل کې د هر څه قرباني کول. نن زه د نفس ولې نشم کنټرولولی په دې باندې چې زما دا نسبت تر منصب نه د ما نسبت لوړ دی. دغه لوړتیا چې کومه ده موږ ته خدای تعالی چې را بخلی ده د دین و د جهاد د خدمت و برکت خدای را بخلی ده. آقای حقانی در سمینار تاکید کرده که قدرت‌های بزرگ با وجود تجهیزات پیشرفته به دلیل تعهد و انسجام نیروهای امارت اسلامی توان مقابله با آنان را نداشتند. حقانی در بخش از سخنانش از تمامی نیروهای امارت اسلامی خواسته است که در موقع انجام وظایفشان با مردم به اخلاص، فروتنی و دقت رفتار کنند و برای حفظ نظام اسلامی تلاش‌های دوامدار نمایند. نیت مې ډېر لوړ و. د هغې له برکته د دنیا څومره منصبې حربې فکرونه چې الله جل جلاله خنثی کول راته پرون معاش نه و، امتیاز نه و، امتیاز ما آخرت و د خدای رضا و د خدای دیدار و د دغه نظام په خاطر باندې مقصد و غرض مې دا دی که تای خاص ملګرو مجاهدینو خدای یو معنوي امتیاز درکړی دی. دا اعزاز د خدای درته مبارک کړي چې په منصبو پسې مې فکر ولاړ نشي، خودسری نشي. موږ تاسو الحمدلله د هر چا په نسبت باندې له اسلامي نظام نه، له شعایرو د اسلام نه، د اسلامي نظام له قدر نه، د خپلو مشرانو له قیادت او له دیانت او له رهبریت نه د هر چا په نسبت باندې موږ تاسو ښه پوهیږو. له شیخ صاحب حفظه الله نه راونیسه تر لاندې قدمو پورې سلسلهوار موږ تاسو په اطاعت باندې مکلف یو. موږ تاسو به د خپل قیادت په کامله معنا باندې اطاعت کوو. آقای حقانی با اشاره به کارکرد نیروهای امارت اسلامی همچنین تاکید کرد که در حال حاضر تمامی کشورها از توانمندی این نیروها آگاه هستند. سهیل شاهین سرپرست سفارت امارت اسلامی در قطر بار دیگر از واگذار نشدن کرسی افغانستان در سازمان ملل به امارت اسلامی انتقاد کرد. شاهین گفت که نشست‌های سازمان ملل باید با حضور نماینده معرفی شده امارت اسلامی برگزار شود. این در حالی است که قرار است نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان برگزار شود. گزارش از نستر نمیری.
نشست 3 ماهه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان در حال امروز برگزار می شود که نماینده معرفی شده از سوی امارت اسلامی هنوز کرسی افغانستان در سازمان ملل را به دست نیاورده است. در همین حال سهیل شاهین سرپرست سفارت امارت اسلامی در قطر و نماینده معرفی شده امارت اسلامی برای کرسی افغانستان در سازمان ملل بار دیگر از عدم پذیرش نماینده امارت اسلامی در سازمان ملل متحد انتقاد کرد. وی به خبرگزاری آفاق گفت که نشست‌های سازمان ملل باید با حضور نماینده معرفی شده امارت اسلامی برگزار شود تا واقعیت‌های میدانی و راهکارهای عملی برای حل مسائل افغانستان ارائه گردد. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ولس ستونزې او حل لارې یوازې د افغانستان د ولس رښتینی استازي چې د افغانستان د اسلامي امارت استازي استازولي کوي وړاندې کولای شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې وخت په وخت د افغانستان وضع څېړي باید د افغانستان واقعي استازو ته په دغو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړي. در بیش از 4 سال از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، شورای امنیت سازمان ملل نشست‌های ربوار پیرامون وضعیت افغانستان برگزار کرده است، اما پرسش این است که نشست‌ها بدون حضور نماینده امارت اسلامی تا چه اندازه توانسته مؤثر واقع شود. در طول 4 سال حاکمیت امارت اسلامی ما شاهد جلسات سازمان ملل متحد یا شورای امنیت هستیم که اجنده افغانستان رو روی دست گرفته و بدون نماینده امارت اسلامی جلسات را برپا کردن کدام نتیجه برای افغانستان نداشتن. سازمان ملل هم دیگه راستا به شکلی که لازم هست اقدام برای انداختن. برمیگرده به اینکه گزارش های یونما یعنی ماموریت کمک های سازمان ملل در افغانستان چگونه هست. گفتنی است که 3 ماه از پایان ماموریت رضا آتونبایوا نماینده پیشین هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان می‌گذرد و تاکنون جانشین برای وی تعیین نشده است. این خلا در رهبری یونما نگرانی‌های را در مورد هماهنگی اقدامات بین المللی و پیگیری وضعیت انسانی و سیاسی افغانستان ایجاد کرده است. شماری از پایتخت نشینان از افزایش آلودگی هوا در سطح شهر شکایت دارند. آنان میگویند که از شدت آلودگی گشت و گذار در شهر برایشان مشکل شده است. کابل این روزها با آلودگی شدید هوا و افزایش دود در وضعیت نگران کننده زیست محیطی قرار گرفته است. همزمان با نزدیک شدن فصل سرما و شدت آلودگی در کابل، شمار از پایتخت نشینان از افزایش آلودگی در سطح شهر شکایت دارند و میگویند که از شدت آلودگی گشت و گذار در شهر برایشان مشکل شده است. یعنی خانوالا باید پلاستیک نسوزانند، بیادر چیز خراب نپرتن. ما بیگامی که خانه را غلط میکنم، هیچ جا و هوا صحیح معلوم نمیشد. ما از حکومت و دولت از شهروندان عزیز خود همچنان این پیشنهاد داریم که اول یک 20% کار شهرنشین صورت بگیره، یک 80% دایی محیط زیست و همچنان شهروندی عزیز ارجمند ما مقامات عالیش باید سهم خود داشته باشند. همزمان با این، شماری از پزشکان نیز میگویند که آلودگی هوا باعث می شود که بیماری‌های قلبی و مشکلات تنفسی دامنگیر مردم شود. به گفته آنان، در چنین وضعیتی ممکن است روزانه هزارها تن دچار این بیماری‌ها شده و به شفاخانه منتقل شوند. کله چې هوا چټله سي، خصوصا هغه کسان چې عمر یې تر 50 زیاتی او هغه کسان چې عمر یې تر 50 کم وي، هغو ته ډیر نقص رسوي. خصوصا بیا هغه کسان چې نوري مریضۍ لري، لکه د سږو تکلیف لري یا کوچنیان دي چې استما لري یا د سینې تکلیفونه لري. شهرداری کابل نیز آلودگی هوا را یکی از چالش‌های جدی می‌داند و تاکید می‌کند که مبارزه با آن نیازمند همکاری جدی مردم است. په کابل ښار کې موږ تقریبا 15 میاشتې مخکې سروي شروع کړي دي او په ټول کابل ښار کې هغه بلان منزلونه چې هغه مرکز درمیان لري هغه سروي شوي دي. په مشخص شکل باندې تقریبا 3500 مختلف اصناف سروي کړي دي چې په هغه کې حمامونه هم وو او نور فابریکی هم وو. گفتنی است که با فرا رسیدن فصل زمستان میزان آلودگی هوا در کابل همه سال افزایش می‌یابد. سرمای هوا، سوزاندن زغال سنگ، پلاستیک، تایر کهنه و مواد بی‌کیفیت برای گرمایش در کنار ازدحام موتر و نبود سیستم تصفیه از عوامل اصلی این آلودگی عنوان می‌شود. کارشناسان محیط زیستی هم تاکید می‌کنند که نبود نظارت و مدیریت مناسب نیز این بحران را تشدید می‌کند. و در ادامه هم چند خبر کوتاه از جهان. خالد مشعل از رهبران جنبش حماس در گفتگو با الجزیره بار دیگر بر متحد بودن حماس به توافق آتشبس غزه تاکید کرد و گفت که امدادرسانی به غزه به منظور انتقال به مرحله دوم توافق و پایان دادن به جنگ حیاتی است. او تاکید کرد که غزه باید توسط فلسطینیان اداره شود و مردم آن باید درباره این بارکه تصمیم بگیرند. مشعل در مورد خلع سلاح حماس گفت که این کار برای فلسطینی ها حکم گرفتن جان را دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با نشریه پولیتیکیو بار دیگر تکرار کرده که زمان برگزاری انتخابات در اوکراین فرا رسیده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در واکنش میگوید که اگر زمینه مطمئن امنیتی برای انتخابات در کشورش فراهم شود او به انتخابات حاضر است. این در حالی است که قانون اساسی اوکراین برگزاری انتخابات در زمان جنگ را اجازه نداده است. با دنبال افزایش تنش میان چین و ژاپن، آمریکا از بیجینگ به دلیل هدف قرار دادن بم افغان‌های توکیو با رادار انتقاد کرد. وزارت خارجه آمریکا گفته که این کار به صلح و ثبات منطقه کمک نمی‌کند. این در حالی است که بیجینگ اعلام کرد که هواپیماهای ژاپنی بارها به نیروی دریایی چین نزدیک شده و مانع اجرای تمرین‌های اعلام شده پرواز از کشتی‌های دریایی در شرق تنگه میاکو شدند. ژاپن برای نظارت بر کشتیرانی مشترک هواپیماهای چین و روسیه جنگنده‌های خود را به پرواز درآورده است. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد بدرود.